فکرشو بکن تو اوج گرما بیرون باشی و حسابی گرمت باشه، بعد بیای خونه یه همچین فالوده خنک و خوشمزه‌ای رو با آب لیمو و شربت نوشه جان کنی. به نظرم که با هیچی قابل مقایسه نیست. پستو سیو کن که درستش کنی. شکر و گلاب رو با آب جوش مخلوط میکنیم تا کاملا شکر حل بشه. اگه حل نشد چند دقیقه بذارین روی حرارت یا تو مایکروویو. من شربت رو نصف کردم و به نصفش زعفرون دم کرده زدم، میذارم تو فریزر تا ببنده. و اینجا من دارم از رشته فالوده خشک میکلا استفاده میکنم که اولین تولید کننده رشته فالوده تو ایران هستن و انقدر من از کیفیتش راضیم که اگه یادتون باشه پارسالم من چندین بار معرفیشون کردم. اینطوری به اندازه هایی که دوست دارین خورد کنید. من این سری خواستم که خیلی خوردتر کنم. بعد میریزیم تو آب جوش 15 دقیقه میپزیمشون، بعدم آبکش میکنیم و روش آب سرد میگیریم تا حسابی خنک شه. میریزیمش توی آب و یخ و میذاریم یه 7-8 دقیقه بمونه تا کاملا رشته ها خنک شن و دوباره آبکششون میکنیم. حالا شربت هایی که گذاشته بودیم یخ بزنه رو اینطوری مخلوطشون میکنیم، بعد رشته ها رو سری باهاش مخلوط میکنیم و هم میزنیم تا سفت بشن. اگه نیاز بود میتونید نیم ساعت دیگه بذارین تو فریزر که سفت‌تر بشن. بعدم با هر چیزی که دوست داشتین میتونین نوشه جان کنین. اینقدر خوشمزه میشه که به جرئت میتونم بگم با بیرونیش مونه میزنه که هیچی، حتی از اونم خوشمزه تر میشه.